منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره روش دعوت انبیا علیهم السلام در این برنامه خدمت شما عزیزان مطالبی را با استناد از قرآن کریم بیان بکنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 213 می‌فرماید: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مردم یک امت بودند، پس الله پیامبران را مژده دهنده و بیم دهنده فرستاد و با ایشان کتابی به حق نازل فرمود تا اینکه آن کتاب بین مردم در آنچه اختلاف دارند حکم کند و اختلاف در آن کتاب نکردند مگر آنان که کتاب الله به آنها داده شده بود بعد از آن که دلیل‌های روشن برایشان آمد و اختلاف آنها در کتاب نتیجه سرکشی و تجاوز و ستم بین خودشان بود. پس الله مؤمنین را به سوی حقی که در آن اختلاف داشتند هدایت و راهنمون کرد و به اذن و اراده خود، و الله هر کس را که خود بخواهد به راه راست و درست هدایت می کند. پس الله سبحانه و تعالی برای رساندن دین حق و برای اینکه انسانها او سبحانه و تعالی را به درستی عبادت بکنند و او را به یگانگی بپرستند پیامبران و کتب آسمانی را فرستاد. این آیه کریمه اشاره به این واقعیت دارد که انسانها در ابتدا بر هدایت و دین حق بودند، بعدها اختلاف و چند دستگی در میان آنها بروز کرد و با هم به نزاع و کشمکش پرداختند، در روی زمین فساد به راه انداختند و از راه درست و مستقیم منحرف شدند. در نتیجه الله سبحانه و تعالی از میان آنان پیامبران را به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده برای انسانها فرستاد. از حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت شده که فاصله زمانی میان حضرت آدم و نوح 10 قرن بود و در این فاصله آنها بر حق بودند تا اینکه اختلاف و انحراف میان آنها بروز کرد. الله سبحانه و تعالی حضرت نوح و سایر انبیای بعد از او علیهم السلام را به منظور بازگردانیدن بشریت به جاده حق و ثواب مبعوث گردانیده است. الله باری تعالی
که اصدق القائلین هست، هدف از بعثت پیامبران گرامی را برای ما بیان کرده و می‌فرماید رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. پیامبران نوید دهندگان و ترسانندگانند تا نباشد برای مردم بر الله حجت و بهانه‌ای بعد از ارسال پیامبران و الله است که عزتمند و حکیم است. یعنی تا اینکه فردا نگویند که یا الله ما نمیدانستیم. الله سبحانه و تعالی در هر زمان و در هر مکانی، در مکان و زمان مناسب پیامبرانی را فرستاد تا انسانها را به راه توحید و یگانه پرستی هدایت بکنند و در آخرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را با قرآن کریم، این کتاب جاودان الهی فرستاد که برای همه مردم حجت و برهان هست تا روز قیامت. الله سبحانه و تعالی همچنین پیامبران را برای نجات دادن قومشان از گمراهی و نادانی و تاریکی فرستاده است. طوری که در سوره ابراهیم آیه 5 می‌فرماید ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأیام الله ان فی ذلك لآیات لكل صبار شکور. و همانا فرستادیم و مبعوث کردیم موسی را با آیه خود که بیرون آور قومت را از تاریکی، یعنی تاریکی شرک و گمراهی، به سوی نور هدایت و توحید و یادآورشان کن به روزهای الله، نعمتهایی یا وقایع و رخدادهایی که در زمان رخ داده بود، همانا که در این است نشانه هایی برای شکیبای سپاسگزار. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت می‌خواهیم مهمترین و شاخصترین مواردی که در دعوت انبیا علیهم السلام که جزء ویژگی‌های دعوت آنها محسوب می‌شود را برای شما عزیزان بیان بکنیم تا چراغ راهی باشد برای دعوتگران که از این تجارب و از این ویژگی‌ها در دعوت خود استفاده کنند. دعوت انبیا علیهم السلام دعوت ربانی است، یعنی به وحی و تکلیف الهی متکی می باشد. یعنی پیامبران علیهم السلام هیچ چیزی از خود جدید نمی آورند، بلکه آنچه می گویند وحی است از جانب الله سبحانه و تعالی و این مهمترین نکته در دعوت است که انسان متکی بر کتاب الله سبحانه و تعالی باشد. یعنی ما به عنوان مسلمانان وقتی می خواهیم دعوت بکنیم باید اول مردم را به چی دعوت بکنیم؟ به قرآن کریم، این معجزه جاودان الهی. انبیا علیهم السلام بر رسالت خیش مزدی نمی طلبند، بلکه مزد و اجر خود را از الله می خواهند. پس ما هم وقتی که انسانها را دعوت می کنیم در مقابل این دعوت منتظری نباشیم که به ما پول بدهند یا از ما تعریف بکنند یا به ما مقام و منصبی بدن. البته این در تعارض نیست با اینکه انسان در مقابل اینکه معلم است، دعوتگر است، حقوقی بگیرد از دولتی یا از مرجعی یا از مؤسسه دینی، بلکه هدف مهم هست که هدف ما باید رضای الله سبحانه و تعالی باشد. اخلاص دین برای الله سبحانه و تعالی و دعوت به پرستیدن او تعالی یکی از ویژگی‌های بسیار مهم دعوت انبیاست. اخلاص خیلی مهم است برادران و خواهران عزیز. اگر ما شبها و روزها، ماهها و سالها زحمت بکشیم، خود را به رنجها و به تکالیف بیندازیم، اما اخلاص وجود نداشته باشد، مانند گرد و خاکی است که در هوا پراکنده شده است و ما هیچ نصیبی از آن نداریم. و مهمترین نکته هم دعوت به توحید و یگانه پرستی الله سبحانه و تعالی است، زیرا یعنی اولین رکن یا اولین چیزی که پیامبران و دعوتگران به آن دعوت کردند و سلف این امت، ائمه اربعه و علمای بزرگ ما به آن دعوت کردند، توحید الله سبحانه و تعالی بوده است. نکته چهارم، دعوت انبیا علیهم السلام در اوج سادگی و بساطت بوده است و هیچ گونه تکلف و تعقیدی در آن وجود نداشت.
خیلی ساده بود. یعنی لازم نیست که حتما برای شما که یک دعوتگر هستید حتما رادیویی باشد، تلویزیونی باشد یا منبری باشد که شما در آنجا دعوت بکنید. هر انسان در کوچه، در بازار، در مغازه، در خانه، در هر جایی که هست میتواند خیلی ساده در بین مردم بشیند و آنها را به دین الله سبحانه و تعالی دعوت بکند. هدف و غایت در دعوت انبیاء کرام واضح و روشن بود. ما باید هدف روشن، غایت روشن داشته باشیم. اگر ما هدف نداشته باشیم در دعوت ما، هدف ما واضح و آشکار نباشد، ندانیم که مردان را برای چه دعوت میکنیم، به سوی چه دعوت میکنیم، این دعوتی است ناکام. به خاطر همین میبینیم که پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم از روز اول مردم را به یک نقطه اوج یکتاپرستی و توحید دعوت میکرد. بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید. نکته خیلی مهم دیگری که در دعوت انبیا علیهم السلام بارز است، زهد در دنیا و تفضیل آخرت بر دنیا، که این هم یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد دعوت انبیاست که ما به عنوان مسلمانان و به عنوان دعوتگران، خاصتا نسل جوان، این را باید به یاد داشته باشیم که اگر ما زهد نداشته باشیم، اگر ما تقوا و پرهیزگاری نداشته باشیم، دعوت ما در بین مردم تاثیر ندارد. اگر خود ما نماز نخوانیم، مردم را بگوییم نماز بخوانید، این دعوت ما تاثیر نمی کند. اگر خود ما امور مهم دین و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را عمل نکنیم و در زندگی عملی خود پیاده نکنیم، 1000 بار اگر به مردم بگوییم، مردم به حرف ما گوش نمیدن. اگر ما در خانواده خود به طور مثال حجاب را بر زن خود، بر خواهر خود، بر مادر خود، بر نزدیکانی که ما میتوانیم روی آنها تاثیر داشته باشیم عملی نکنیم، 1000 مرتبه شما در رسانه ها، در منابر بگویید مردم حجاب بکنید، میگوین اگر این واقعا به حرف خود عمل بکند، برود خواهر خود را، مادر خود را یا همسر خود را محجبه بکند. پس ما باید عملا این مسائلی رو که مردم را به آن دعوت میکنیم در زندگی خود پیاده بکنیم. به طور مفصل چون وقت نیست نمیخواهیم این ویژگی‌هایی را که در دعوت انبیا علیهم السلام بیان کردیم برای شما عزیزان به تفصیل بیان بکنیم. و نکته خیلی مهمی که در دعوت انبیا علیهم السلام بارز و مشخص است این است که آنها در مقابل دعوت خود هیچ اجر و پاداشی از کسی توقع هم نداشتند و طلب هم نمی کردند. در سوره هود آیه 51 الله سبحانه و تعالی از زبان پیامبر، یکی از پیامبران، یکی از انبیاء الهی می‌فرماید که یا قوم لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ای قوم من، در برابر آن، یعنی در برابر دعوت به توحید، از شما پاداشی درخواست نمی کنم. من پاداش را تنها از آن کسی می طلبم که مرا آفریده است. آیا نمی فهمید؟ و این خاتم پیامبران است که در سوره فرقان آیه 57 می فرماید قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. بگو من در برابر ابلاغ این آیین هیچ پاداشی از شما مطالبه نمی کنم. تنها پاداش من این است که کسی اگر خواست راه به سوی پروردگارش در پیش گیرد. از بارگاه الله سبحانه و تعالی می خواهیم که به همه ما و شما توفیق این را بدهد که مردم را به توحید و یگانه پرستی الله سبحانه و تعالی دعوت بکنیم. دعوت همه انبیا از آدم تا خاتم این بود که و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. سوره انبیا آیه 25. ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده ایم مگر این که به او وحی کرده ایم که معبودی جز من نیست، پس مرا پرستش بکنیم. پس ما بیاییم الله سبحانه و تعالی را به یگانگی پرستش بکنیم و عقیده خود را خاصتا در باب توحید و یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی درست کنیم. برادر و خواهر عزیز، شما از باب
دلسوزی و از باب محبتی که به شما برادران و خواهران گرامی به عنوان یک برادر مسلمان شما دارم میگم، اگر شما 60 سال 70 سال شبها نماز بخوانید، روزها روزه بگیرید، اما الله سبحانه و تعالی را به توحید و یگانگی نشناسید، همه این عبادات شما در قیامت ضایع است و الله سبحانه و تعالی از شما قبول نمی کند. پس بیاییم در قدم اول عقیده خود را درست بکنیم، الله سبحانه و تعالی را به یگانگی بپرستیم، به او تعالی کسی را شریک نیاریم، نه پیامبری، نه امامی، نه قبری، نه امامزاده‌ای، هیچ کس را به او تعالی شریک نسازیم. پس تنها او را به یگانگی بپرستیم و مردم را نیز به این توحید و این یگانه پرستی دعوت بکنیم. الله سبحانه و تعالی به ما و شما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب گرداند. در پناه حفظ او تعالی باشید. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.